روز یک جوان نوخلف پدری پیرش را با تحقیر و دشنام برداشته به صحرا آورد تا او را به کس و تنها رها کند. پدر از فرزند نالایق پدر بیزارش التجا کرد که بچه جانم لطفاً مرا اینجا نه بلکه یک کم دورتر از اینجا برده رها کن. فرزند به پدر داد زد و گفت اینجا از آنجا چی فرق دارد؟ پرتافتن همه اش پرتافتن است. من که از تو خلاصی یابم برایم کافی است. پدر با چشمانی پر از آب دیده آه کشید و گفت چون من در وقتش پدری ناتوان و رنجورم را آنجا پرتافته بودم، امروز باشد نتیجه کاری کرده ام را چشیده ایستادم. هر بد که به ما می رسد از هیچ کسی نیست، از ماست که بر ماست. ما را بجز از خویش گزند از مگسی نیست، از ماست که بر ماست. در عمر اگر هر بد و هر خوب که دیدیم کردیم که دیدیم، این عمر بسود است و یا بر ضرر ماست، از ماست که بر ماست.